در باغی خیالم قدی بالای تو بینم، در باغی خیالم قدی بالای تو بینم. در آینه دل رخی زیبای تو بینم، خواهم قدح بیشکنم از بابی محبت، خواهم قدح بیشکنم از بابی محبت. در میکده ها ساقی همتای تو بینم، در میکده ها ساقی همتای تو بینم. بر هر چی نظر می رود از روی تجمل، صد جلوه مجمزی مجلای تو بینم. از خیلی عزیزانی پسندیده بخوانم، از خیلی عزیزانی پسندیده بخوانم. ای یار بفرمای که سیمای تو بینم، ای یار بفرمای که سیمای تو بینم. بروتی که تو را اسم الله در هر دو سرا همتی بالای تو بینم. از تبی گوهر سنج و گوهر باری عجم را، آن موجی گوهر پروری دریای تو بینم، آن موجی گوهر پروری دریای تو بینم، آن موجی گوهر پروری دریای تو بینم، بالای تو بینم، زیبای تو بینم. درود به همه شما بیننده صاحب عزت تلویزیون سفینه. برنامه نوبتی فضا است مهمان خاندان شما و امیدوار هستیم که
همین حال و پیاله چای در دست و در این شام زیبا ما را تماشا دارد. اگر همین گونه است به همه‌تان سپاسهای فراوان میگویم که ما را پیگیری میکنید و عزیزان دل دیدم مقصد یگانه ما هم همین است در تهیه برنامه هامون که یکم به شما فراغت ببخشیم و شام خاطرمان براتان اهدا بسازیم. ما هم در همین منبر مقدس برنامه فضا مهمان داریم آوازخوان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف، عبدالمجید بابایوف، گروه ایجادی و یک نفر استاد واقعا صاحب احترام، حلیم، زمینی، خاکسار، جاینشین سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق استاد دولت رحمانیان که من شما را خاصتا خیر مقدم میگم. خوش آمدن. اکنون فرصت دارید که در همین شام زیبا به حق و همسایه ها و خویش و تبار و نزدیکا و پیوندا و به کل هموطنا از این صحنه برنامه ما سلام و پیام و پیغام برسونید. واقعا بسیار یک شام زیبا است و یک محفل انس است. سلامت باشید. و به این خاطر من به کل بیننده های تلویزیون سفینه و خصوصا مخلصان این برنامه و یکایکشان بسیار تشکر میکنم که به قول شما ما پیگیری میکنن و ما این شام با ایشان هرچند که اونا بیرون از صحنه هم باشد یک صحبت خاصه خواهیم داشت. سلامت باشید. صحتمند باشید. خب شما هم عبدالمجید امکان دارد که برابر اونه که در آغاز محفل یک ارمغان ایدانه هم گویم خطا نمیکنیم سرود تحفه کردید، سلام و پیام هم برسونید. سلام و درودی به پایان خود را با کلی مردم تاجیکستان و تماشابینان تلویزیون فرهنگی سفینه میرسونم که این شام زیبا ما را پیگیر هستند و همیشه سلامت باشند و با سرود و با ترانه باشند، با شش مقام باشند، با تلویزیون سفینه باشند. سلامت باشند، سلامت باشند. سپاسهای فراوان. خب نخست من میخواهم در آغاز اطراف همین ترانه که سرایدید یکم قصه کنید که این ترانه مال کی است و این ترانه را شما چگونه آماده کردید در ژانر شش مقام؟ کی برای شما در بستن آهنگ کمک کرد؟ هر یک ایجادکار یا اینکه سراینده که برای صنعت قدم می‌نهد باید اولا ایجادکار باشد و بعدا جستجو کند. من بسیار تر با کتاب‌های هم کلاسیکان هم با معاصر شاعران معاصر جستجو میکنم، شعرهای خوبشان رو گرفته آهنگ میبندم و وقتی که کتاب استاد مفضل عجمراد به دست من افتاد و شعرهایشان رو جستجو کردم با چندین قریب 12 شعرشان آهنگ بستم. خودتون؟ بله. بسیار خوب. اگر تا آنجای من اطلاع دارم در ژانر شش مقام اگر سرود بلند مضمون نباشد گمان میکنم که گنجایش پیدا نمیکنه. بله. خب تشکر. و استاد شما هم یکم در مورد خوب همین شاعری که الان سرودش را عبدالمجید سرایدن مفضل عجمراد، خب چون با ایشان همکار بودید کار میکردید، خب چی اطلاع میدهید؟ واقعا شاعر عجیب است. من این منتخب از زیر دست داشتم، خواندم و چنان که برادر ما میگه در اینجا البته غزل‌های اشعاری هست که بسیار مضمونی بلند دارند و خصوصا ترانه زیبند. من حاضر غزلی که خواندم بسیار غزل غرا و زیبا بود، یعنی که غنایی میگن، مثلا روحی غزل که غنایی است، اما با غزلی که مثلا تکیه به غزل کلاسیکی میکند و خاصه غنایی است، آهنگ ناکش، اونجا مثلا معنی بلند، اون چیزهایی هستند که البته برای سراینده آسانتر است، یعنی دریافتن در این گونه اشعاری که زمینه کلاسیکی دارند و واقعا غزل‌های مفضل عجمراد بسیار غزل‌ها و غرای زیبا هستند و ترانه هم بسیار در سطح خوب میشه. تشکر. خب اکنون استاد یکم میخواهم از ایجاد خودم قصه کنید. زنده باشید. خب امروزها بنده چی کار هستید؟ ما اکنون چندین خیلی سال کم نما شدید. زنده باشید. واقعا سرکارم شدیم راستگه، با اون معنی که من الحال که در این مجله بسیار آوازدار صدای شرقی کار میکنم، البته
این هم تو در نظر میتواند، اما هر ماه ما باید که 160 صحیفه یعنی یک کتاب روی کار بیاریم بله. در این مجله. درست. تصور کنید چند نفریم و یعنی با مواد زیاد کار میکنیم، روزی دراز در همه اداره هستیم و همین است که گفته شما کمتر در جامعه میبریم و کارهای اصلا ایجادی و نمی کارهای تحریری است. بسیار خوب. و بیننده ما هم در برابر اونه که استاد شما یک زمان برنامه های تلویزیونی را راویگی میکردید و واقعا هرگاهی که مثلا شما می برآمدید برنامه تهیه میکردید چشم نمیکندیم راستی، واقعا خیلی با فضل و واقعا خیلی خاکسارانه برنامه پیش میبرد و شاید همون چندین نفرانی که در همین راه آمدن شاید بسیاری ها از دیدن کسبیت شما هم باشد. در مورد اونه که شعر هم می نویسید خوب منتخب اشعار هم دارید، بیاید برای بیننده ما هم از اینجا از همون مصرعاتان یک کم قرائت کنید تا سلامت باشد. راحت واقعا برداریم. زیاده از 10 سال 13 سال من هم در کار همین تلویزیون بودم، ولی هر وقت از من میپرسن، هرچند که آوازه‌دارم شدم، برنامه بسیار سر و صدای زیاد کرد، از ما که میپرسن میگفتم این کسب من است. این کسب من است، اما رسالت من شاعری است. یعنی من همیشه شاعر بودم. در اینجا یعنی همون اختصاص داشتم، اونجایی که کار میکردم از اونجا معاش میگرفتم و این کاری مثلا ژورنالیستی من در همین حد میگذاشتم، یعنی نمیگذاشتم که بالای شاعری من پخش کنم، هرچند که با همه شهرتش. یعنی اولین کاری که من میکردم ایجاد شعر. برای میخواه اگر اجازت باشد برای بیننده یک غزل میخوانم. بسیار خوب. و اگر یک نوازش از جانب شما شود گمان میکنم خیلی باز فورم صدا میدهد. کنج قفس سینه برای دل من نیست، این خانه تاریک سرای دل من نیست. شعر است که هرگز ندهد تن به جفای، گر سلسله هست به پای دل من نیست. پشتش نشود نرم ز سرپنجه فولاد، در ناخن سرخیده حنای دل من نیست. هر برگ خزان دیده ندارد به دلم ربط، هر چشمه خشکیده نمای دل من نیست. سوگند به صاحب دلی مردم عاشق، دل نیست هر آن دل که فدای دل من نیست. در حلقه دلها اگر آزاده ترین هست، آزاده ترین نیز به جای دل من نیست. جز عشق به پیش نفر سر نفرارم، جز عشق به پیش نفر سر نفرارم، یعنی که به جز عشق خدای دل من نیست. سلامت باشن. تشکر. آفرین استاد، صحتمند باشین. اکوی عبدالمجید، حال حاضر که در انسامبل شش مقام فعالیت میکنید، شما هم یک کمک اطلاع بدهید که بند چی کار هستید؟ بعدا گمان میکنم بیننده ما منتظر شنیدن ترانه دوم است. ما که در انسامبل دولتی شش مقام کار و فعالیت میکنم، انسامبل دولتی شش مقام فکر میکنم در بین تمام دسته‌های هنری تاجیکستان یا اینکه انسامبل های هنری تاجیکستان فرقیت جدی دارد. اولا اینکه این انسامبل دولتی است و دوم اینکه وظیفه بسیار پرمقدس را اجرا میکند، یعنی دوام دادن همان رسالت اجدادی. یعنی شش مقام یک موسیقی است که هزار ساله هاست، همان تاریخ دارد. بله. فرهنگ ما رو، زبان ما رو نگاه داشته آمده ایستاده است و نگاه خواهد داشت. از همین جهت ما وظیفه دار هستیم که بالای این موسیقی کار و فعالیت کنیم و برای معرفی نمودن این موسیقی کار و فعالیت کنیم. یعنی که بغیر از این باز ما به ایجاد سرودهای نو در پایه شش مقام، یعنی باز سرودهای وطن دوستانه که ترانه‌نگاری محبت و به وطن، محبت به زندگی و دیگر پهلوهای زندگی سرودهای ایجاد کرده ایستادیم که برای مخلصان و دوستداران این ژانر البته
توفه میگردد. خب تشکر. و ترانه‌ای که الحال میسراید این ترانه مالکی است و این ترانه چگونه آماده شده است؟ ترانه نوبتی نیز مولی شاعری زنده یاد استاد مفضل عجمرود است که خیلی به من پسند است و اگر تماشابینان شما شاید اولین نفرانی هستند که این سرود رو میشنوند. بسیار خوب. و بیننده های عزیز اکنون میرویم باز به دنیای موسیقی و بعد شنیدن ترانه نوبتی باز برمیگردیم و صحبت میکنیم. خواهش میکنم. مرحبا. شکر که میشب ناز ناز آغوش بازم کرده ای، شکر که میشب ناز ناز آغوش بازم کرده ای، بیستری بیرنگ مالا مالی نازم کرده ای، بیستری بیرنگ مالا مالی نازم کرده ای، چند در سندانی سیمینت دلم گم گم زدی، چند در سندانی سیمینت دلم گم گم زدی، پس همین آتش فری را در گدازم کرده ای، شکریم شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای. همت و صنعتگریت را بگردم ای پری، از طریقی عاشقی رفی نیازم کرده ای، علتی کوتاهی شب قسم کوتاه کرد، این حسارت دیده شبها را درازم کرده ای، شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای. برنمی آمد زی دستم هیچگاه تدبیری کار، حالیا ممتاز مردی چاره سازم کرده ای، تبی گویایی عجمرود از حضورت شاد باد، نامناسب لحظه ها را دل نوازم کرده ای، شکریم شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای، شکریم شب ناز ناز آغوش بازم کرده ای. آفرین. سلامت باشین. تشکر زیاد و به شما هم سپاس برای نوازش های زیبا. و استاد من تا اونجای از سراییدن سرودهایی که عبدالمجید اینجا اجرا کردن درک نمودم که استاد مفضل عجمرود شاید در بسیاری موضوع ها شعر ایجاد کرده باشد. سلامت باشه. واقعا این شاعر است که قریب موضوع نمانده است که در اون موضوع شعر نگفته باشد و ژانر شعری هم چه در شعر مثلا سبک نمایی بیشتر مثلا موضوع اجتماع در سبک نمایی گفتگی است و شعرهای بسیار قوی هم هستند. بعد اون چه که بیشتر مثلا
از روزگار خودش است، از روزگار پدر بزرگوارش است. خب چند قصیده دارد. باور کنید مثلا قصیده سرودن بسیار کار مشکل است، خصوصا در ادبیات معاصر ما نفرانی که قصیده سروده بتانند بسیار کمند. اینا من به یگان مبالغه میگم، چون که در محیط ادبی هستم و کی چی است تا کدام های پایه هنر دارد اینا من میدانم، میبینم هر روز و بسیار ژانر از همه مشکل است. اما اینجا من نه قصیده خواندم حیرت زده شدم. یادنامه نام دارد، یادنامه بیشتر از 100 همین قصیده بیشتر از 115 بیت است و زیاده از 100 شخصیت، یعنی که همون برجسته دیار، خصوصا همون دهه نکناته که تولد شده است این استاد یعنی مفضل اجمراد، شخصیت های درخشان همون دهه زیاده از 100 نفره در 115 بیت قصیده گنجایش داده است. گنجایش داده. این عجیبه. بله. تصور کنید که این قدر نامه گرفتن و اون قافیه و وزن یگان جا خلل وزنی ندارد. 115 بیت در قصیده. این دا باید شاعر واقعا صاحب قدرت باشه. بله بله. این خیلی چیزایی که مثلا واقعا آدم به حیرت میگذارن در این منتخب زیاد است. بله. و استاد شما بیشتر به کدام موضوعات چنگ میزنید؟ چون گفتید حیاتی پرثمر رو مثلا صرف ایجاد کردید که ایجاد مال عثمانی است. زنده باشید، زنده باشید. اکنون من از سبک خودم اگر سخن گویم، راست گپ من نمیگم که شعر اجتماع نمیگم. شعر اجتماع میگم، لیکن بیشتر گردش من با اون باطنی خودم است. یعنی من بیشتر شعر موضوع گرفته شعر نمیکنم. اون شعر با موضوعش میبیاد منم مجبور میکرد که تا نمی سخنم میگی. بله. یعنی که شعر به سراغ میاد. وقتی که با باطن میگرود شاعر، یک دوره میآید مثلا فرا میرسد که شعر خودش طلبی برآمدن این همون چیز پخته میشود در مغز و اون جوش زده میبرد. این چیز دیگر است. وقتی موضوع گردانی میکنیم، مثلا ادبیات شوروی ما همین است. شعر وابسته به موضوع معین سروده میشد. خیلی است. این با واسطه میشد. اما امروز این طلبات ها کمترن. وقتی وطن هم میگویی، اون وطن باید وطن باطنی باشد. یعنی سخن تو فقط سخن برای تصویر نباشد، بلکه باید مهر یا محبت باشد که بیننده یا شنونده اونو احساس کند که واقعا همین شاعر دیگر دروغ نمیگه. یعنی شعرش ساخته نیست. بله بله. این دیگر است. یعنی که امروز حتی سبک ایجادم دگرگونه است یا یک تابش‌های عجایبی در خودش کسب کرده. خب در قالب ربایی و قطعه و غزل در کام بیشتر میخواهید که شعر ایجاد کنید؟ من اصلا بیشتر غزل. اگر اجازه دهید من یک غزل حتما در موضوع وطن میخوانم. بسیار خوب میشود، بسیار خوب میشود و واقعا این وطن ما ارزنده است که در بله. بابش ساعت‌ها که غزل و ترانه و شعر بسیاریم کمی اندر کم است. اکنون تصور کنید که من دیگر مثلا وطن یک مشخص بینابد نمیگیرم، نمیگم تاجیکستان، نمیگم مثلا آسیای مانه، یا که من وطن ماهیت میگم که یعنی وطن چی است و انسان بی وطن کی است. بله. و همین وطن به چی میشود نسبت داد. و من میگم که به عشق وطن وطن نباشد، گر هست برای من نباشد. با نام وطن بود چو مهرش در گردن جان رسن نباشد. یعنی این فقط دعوا است. با نام وطن بود چو مهرش در گردن جان رسن نباشد. به عشق وطن به سینه تنگ دل را هوس زدن نباشد. آن دل که به عاشقی یکتاست با کیست اگر به من نباشد. گویند مرادف وطن چیست؟ گویند مرادف وطن چیست؟ عشق است دیگر سخن نباشد. بله بله. سلامت باشند. تشکر است. و واقعا استاد همین گونه است. اگر ما وطن رو صدقاً دوست بداریم باید عاشق باشیم. دوستدار باشیم. چون که عاشق شدن مثلا در زندگی ببینید انسان ها رو به هر راهی که میبرد. این خلاصه برادر جان، فهمیش عشق در دنیای معاصر این مناسبت زن و مرد است. فهمیدید؟
اما عشقی که مثلا مفضل عجمرود با فرزنداش اندرز گفتن شعر دارد بعدو پسرش میبخشد، لیکن اونجا از عشق سخن میکند. من مثلا یک چیزی که غیر انتظار است، هیچ شاعر امروز ما وقتی به فرزند مراجعت میکنه درباره عشق نمیگه، برای که باز میگم فهمش عشق در روزگار ما مناسبت زن و مرد است. حالا که عشق همه چیز است، عشق سبب هستی است، عشق از ذره تا کائنات همه فرا میگیرد و واقعا وای یعنی عاشق شدن به فرزنداش چه میکنه؟ توصیت میتید، میگه که شما عاشق باشید، عاشق زندگی باش، عاشق محیط باش، عاشق یک گل باش. اما عشق از اونجا سر میزند. یعنی مفهوم عشق این خیلی کوچک گرفتن نادرست است. عشق عموما زندگی است و من میگم که عشق وطن است، همین رو در نظر دارم. وطن پر از همه چیز است اما صورت عشق دارد، یعنی مجسمه عشق است. دیگر نوع تصور کردن وطن نمی شود. سلامت باشن استاد. تشکر زیاد برای احترام. زنده باشن. خب اکنون همون مصرعی هست که میگه به عزم درست و سعی کامل هرگز نشود مراد حاصل. خب همین عزمی که شما گرفتید، یعنی که راه هنر را، خب مرادتان همین بود که شاید روی صحنه برایت ترانه بسرایت، همین گونه بود؟ چگونه بود؟ اصلا وقتی که من خردسال بودم و وقتی خود را شناختم، یعنی مادرزاد یعنی موسیقی را دوست می داشتم. اصلا کسی نیست که موسیقی را دوست ندارد، ولی من بیشتر دلباخته ششمقام بودم و طریق تلویزیون و رادیو وقتی که سرودهای استادان بزرگ صدا میداد مفتون و شیفته میگردیدم و با یک شنیدن حتی متن اون را از یاد میکردم. در صحنه‌های مکتبی سرود میخوندم و همین آرزوها آورد مرا دنبال صنعت و دانشکده صنعت را ختم کردیم. بعداً کار از فصیح شروع شد. خب اکنون یک دنیایی هست که واقعا سرگردانی های زیاد دارد، دنیای بله. صنعت. تشکر، آفرینتون بود. واقعا همین گونه است دیگر. اکنون اگر از روی صدق طوری که استاد اینجا در غزل وطن اشاره کردن، عشق و کسبیت هم را باید عشقوار دوست داشتن در کار، که واقعا عاشق بودن در کار و کسب خویش تا به همه سختی ها و سنگی ها و نمیدونم دشواری ها غالب برایی. و اگر مغلوب شدی، من باور دارم که شاید سرسری به همین دنیا آمدی. همین. تشکر. خوب ترانه سوم از استاد مفضل عجمرود است. بله، من تصمیم گرفتم که چقدر که در بالا گفتم چندین ترانه‌هاشون رو آهنگ بستم و آهنگ‌های نو هستند و امروز من خواستم با تماشابینان تلویزیونی سفینه هم آهنگ‌های نو خود رو پیشنهاد کنم که این هم از اشعار استاد زنده مفضل عجمرود است. بسیار خوب، بسیار خوب. تازه به تازه، نو به نو بیننده های عزیز میشنویم ترانه نوبتی را. مرحمت. آتش می کشد هجرانت ای دوست، یا جانم فدا بر جانت ای دوست. با آتش می کشد هجرانت ای دوست، یا جانم فدا بر جانت ای دوست. فراقت را تحمل کی توانم، مرا هم بربان رضوانت ای دوست. فراقت را تحمل کی توانم، مرا هم بربان رضوانت ای دوست. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست.
نشان دستی به دل بزری محبت سخاوت کرده ای قربانت ای دوست تمنای جمالت سوخت جانم نشینم کاش گردی خانت ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست صد خنجر زنی اینت پذیرم مبارک دانمان دستانت ای دوست عجم را دی تو هم بزمانی رویم نما خود را به این حیرانت ای دوست 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 دوست ای دوست دوست ای دوست تشکر سلامت باشید استاد اگر واقعا همین ژرفتر اندیشه هم کنیم استاد سرود خوب سرودی که مضمون بلند دارد در آهنگ یک تراوت دیگر میبخشد یک زیبایی میبخشد و همین تصویرهایی که مثلا حال حاضر در ایجاد استاد عجمرا دیدیم و من عبدالمجید اینجا سراییدن خیلی گوشنواز من باور دارم که بیننده ما الان یک راحت هم برداشتن سلامت باشید واقعا همین است از متن یعنی که غزل اگر تن گوییم آهنگ جان وی است از همون تن یعنی تن با جان آمیختن هنری است همون آفرنده آهنگ است بله سراینده است و چگونه محتوای همون متن با واسطه آهنگ بیرون میزنه با صدا بله یعنی چیزی که شعر رو باید کامل میکند آهنگی است شعری بلند اصلا آهنگ دارد برای آوازخوان همین میموند یا برای مثلا آهنگساز که ان همون آهنگ یافته آهنگ خاصه از اون کشیده بگیره بله همین چیز واقعا با برادر ما دست داشت واقعا غزل بسیار زیبا با آهنگ بسیار زیبا خواند تشکر و استاد امروز چگونه بها میدید هنرمندان جوان را آیا مثلا تلاش میکنن که پیگیر باشند و یا دست بیشتر داشته باشند در ایجاد هنری مثلا شاعران کلاسیک مان یا که معاصر مان که از مثلا دفتر ایجادی اونا ترانه سرایی کردن غزل سرایی کردن نه اینکه شعرهای پوچ خالی را چگونه در این مورد چی اندیشه دارید اکنون این است که واقعا این بسیار مسئله مرکب هم هست مثلا میان یک سراینده جوان و یک شاعر جوان تفریقه مانده نمیشه بله همین دنیا همین نمود مناسبت در شعر هم هست هست جوانایی که یک کتاب نخواندن اما دعوا میکنن و شعر میگن و باز عجیبش این است که اونا با مخلص دارن درست آهنگ هم همین است بله بعد منتظر شدن که همه یک مرام کلاسیکی خوانند همه یک مرام استادای سخن این درست نیست جوانا باید آزادی داد اونی که میخواهد از سنت پیروی میکند حلالش بود لیکن اون میخواد که از خودش چیز زده برارد خودش کلاسیک باشد اونم حلال بود چون که ایجاد
ایجاد یک دنیا اصلا اصل ایجاد این همه آزادگی و آزادی است. چیزی رو باید سرایت، چیزی رو باید ایجاد کرد که واقعا ماندگار باشد. برای باید زمینه داشته باشه. انا بر همین خاطر انا مشکل در همین جایی که هم زمینه از ساختن در کار، بله یافتن در کار، اونا هم مثلا سرپرستی کردن در کار، اونا تربیت کردن در کار. درست. این چیز دیگه. درست، پاسخ گرفتم. خب تشکر. و استاد حال حاضر گفتید که مثلا در مجله بسیار با نفوذ ملی ادبی صدای شرق فعالیت میکنیم. اینجا بیشتر مطلبی کیها نشر میگردن؟ واقعا این من همچون آینه تمام نما میشناسم. نوترین آثاری که امروز چی از بزرگان امروز سخن است، چی از جوان از ما و من یک قسمت به جوانان در اونجا بخشیدگیم و واقعا شعرها و نثر بسیار خوب شونه در اونجا حتما جا میکنیم و نوترین رمان و مثلا داستان و شعری که بزرگای ما امروز ایجاد میکنن اول یعنی که در این مجله ما روی چاپ میبینن. برای همین مجله باز میگم یک آینه تمام نمای ادبیات و فرهنگ امروز است. بله بسیار خوب. و میگفتید استاد که محبت به دیار و به وطن و به شعر و به بزرگان این ملت این را تا کجاها میبرد؟ البته این همون جوهر است، این جوهر است و منتالیته خاصیت یک خصوصیت هویت ملت ما همین است. ما ملت از راه اصلا فرهنگ تربیت میکنیم، اما ما فرهنگ غنی انسانساز داریم. ما چنان مثلا نابغه های داریم که آثار اینا انسانساز است، یعنی انسان می آفرد. بله تربیت کننده. بله انسانی کامله. ما رو با اونها چقدر که بیاریم، چقدر جوانا توصیتیم از اون دنیا آگاهشن، همون قدر انسان معاصر با نام یک تاجیک فرهنگی روی کار میاریم. هر ملت چهره خودش دارد، ما باید چهره خودمون داشته باشیم به یگان دعوا. بله تاجیک باشیم. بله سلامت باشید. و استاد چون اندک اندک به انجام رسیده ایستادیم، خواهش میکنیم که یک غزل دیگر، یک غزل ناب از ایجاد خودتان قرائت کنید و چند جمله دیگر با عبدالمجید صحبت میکنیم. همین گونه با بیننده گمان میکنم خیر و خوش. همچو ققنوس ز خاکسترم انگیختند، همچو ققنوس ز خاکسترم انگیختند، شرر آتش ولقان به دلم ریختند. زمره دست ارادت سوی من کرده دراز، پنجه سوخته افشانده و بگریختند. عضو حزب است دلم که سر و پا اعضایش بند و زنجیر برآویخته بگسیختند. دستشان درد نبیند که به هم دشمن و دوست، دستشان درد نبیند که به هم دشمن و دوست، تازر صاف شدن خاک مرا بیختند. صبح انبوهی غبارم برخ انداختند، صبح انبوه غبارم برخ انداختند، شام شمشیر هلالم به سر آهیختند. تا دم مرگ ز تأثیر نخواهد افتاد، نشعه عشق که در خون من آمیختند. من که از روز ازل جایزه دار عشقم، من که از روز ازل جایزه دار عشقم، دل نشان است که در سینم آویختند. سربلند باشین استاد. آفرینتون باد. صحتمند باشین. تشکر برای لطف و مهربانی. و عبدالمجید چی ایده های تازه دارید، چی نقشه ها دارید که برای بازم رشد ایجادی شما در آینده های خیلی نزدیک تأثیری مثبت برساند؟ ایده ها خیلی زیاد هستند. خیلی که علاقه همه میدونند جهانی امروز یعنی اینترنت پیشروی است. جهانی ترقی تکنیک و اینترنت و دیگر واسطه‌ای است که مردم از هر یک نوزکی خواه موسیقی باشد، خواه از تمام پهلوهای زندگی تیز بخبر می شود. از نویگری ها و در زمان امروز نوآوری کردن یا اینکه ایده آفریدن خیلی دشوار است. و بالای این همه ایمو من کوشش میکنم که یگان نوسازی به سند وارد نمایم، البته یگان چیزی نو ایجاد کنم که برای تماشابینان یا مخلصان یک نویگری باشد و برای آنها عجایب باشد. البته در فکرش هستم و حرکت میکنم که صنعت خود را باز هم
یعنی سایقل دهید رشد دهید داده بالای خود کار کنید. بله برای رشد آن کار و فعالیت کنم. بسیار خوب و واقعا هم همینگونه است. در همان حالت در هر کسبی که باشه موفقیت به دست میآید که در حال جنبش باشه، بیقرار باشه. خب همین خصلت ها میتواند که مثلا ما و شما و دیگر ها رو، حتی بابای دهقان رو برای به دست آوردن حاصل خوب یک وسیله خوب شود. و هزارها سپاس برای آمدن و سرود خواندن و نوازش های زیبا کردن و استاد عزیز با ما هم صحبت شدن که واقعا برامون یک دولتی بزرگ شد. سلامت باشند. و من باری دیگر همه شما رو به صحنه برنامه فضای تلویزیونی فرهنگی سفینه خوش آمدید میگویم و تمنا میکنم که آخرین صحبت ما سر این سفره نباشد. با امیدی که باز با تازه ترین ترانه ها، با قصه های جالب سر همین سفره بشینیم و با بیننده ها صحبت کنیم، از آبادی و از زیبایی وطن عزیزمون قصه کنیم و پای اجرای رسالت کسبی خیش باشیم. تشکر. سرود چهارم هم گمان میکنم که از ایجادی استاد مفضل عجمراد است. بله. بسیار خوب. و بیننده های عزیز، ما اینجا با انجام برنامه این شامینه فضا رسیدیم. خب برای همه شما برا رو برکت در زندگی تمنا میکنیم. راه زندگیتون سبز باشد، روزگارتون با سعادت، خانه‌تون پر از گندم. تا نزدیکترین دیدار. ترانه اخیرین رو میسراید عبدالمجید بابایوف و برای کار برای همتون. رسته ای مرجانی دندانی تو بر جانم زنه، رسته ای مرجانی دندانی تو بر جانم زنه، شوله بیزانی فراوانی تو بر جانم زنه، صبح خیزی ریزه دندانت نشاط انگیزی دل، صبح خیزی ریزه دندانت نشاط انگیزی دل، صبحی گویا و رخشانی تو بر جانم زنه، رسته ای مرجانی دندانی تو بر جانم زنه. میفزاید حسنی عالمگیر حسنی دیگر، زیوری آینه جانی تو بر جانم زنه، در تبسم شیوه خدی سریا میکنی، در تبسم شیوه خدی سریا میکنی، اخترانی صد بارانی تو بر جانم زنه، رسته ای مرجانی دندانی تو بر جانم زنه. دریایی زرافشانی تو بر جانم زنه، جز عجم رادت صفت گویی زیدن دانت مباد، جز عجم رادت صفت گویی زیدن دانت مباد،
و از آرایانی خندانی تو بر جانم زند. رسته مرجانی دندانی تو بر جانم زند. رسته مرجانی دندانی تو بر جانم زند.